سلام بینندگان گرامی، صبح بخیر. برنامه نوید بامدادی از اداره مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 7 اکتبر است و ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح. من عبدالله اشرف هستم و در چند دقیقه دیگر خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را برایتان می رسانم. 6 اکتبر کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان اعلان کرد که انتخابات پارلمانتی روز یکشنبه که باعث اعتراض ها و برخورد با پلیس شد از اعتبار ساقط دانسته می شود. بعد از این سروزیر قرقیزستان به استعفا رفت، ولی پرزیدنت سوارونبای جینبکوف در مقامش باقی مانده مردم کشور را به حفظ نظم و ثبات دعوت می کند. ادامه موضوع را در این گزارش می بینیم. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان میگوید مقامات این کشور با برگزاری یک معرکه انتخاباتی بحث برانگیز خود را بی‌آبرو کردند و از این رو قرار قبول شد که نتیجه انتخابات پارلمانتی 4 اکتبر لغو گردد. طبق حساب‌های پیشکی در آن 4 حزب مره 7% را عبور نموده بودند که از جمله 3 تاش از حکومت پشتیبانی می‌کردند. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گلناره جورابایوا میگوید از ابتدا شکایت از تقلب زیاد بود و کمیسیون شکایت ها را به نهادهای دولتی خبر میداد ولی واکنشی نشد. لغو نتیجه های انتخابات بعد اشغال بینای حکومت قرقیزستان از طرف اعتراضگران اعلان شد. در رفت زدوخوردهای مخالفین حکومت با نیروهای امنیتی کمش 1 نفر کشته و 600 کس جراحت برداشته است. اعتراضگران پرزیدنت و سروزیر سابق قرقیزستان را از بازداشتگاه آزاد کردند. ضمناً سروزیر آزاد شده به اجرای وظیفه‌های پیشترش برگشت. زیرا بعد اعلان لغو نتیجه های انتخابات سروزیر کنونی به استعفا رفت. سخنگوی وزارت کارهای داخلی باشد گفت که این نهاد تحت رهبری اجرا کننده نوی مقام وزیر امور داخلی که همزمان کامندانت بیشکک می باشد قرار دارد. ولی سوارونبای جینبکوف از مقام پرزیدنت استعفا نداده است و مردم کشور را به حفظ صلح و ثبات دعوت می کند. او در پیامی تاکید کرد که به افسران دستور داد تا سوی مردم آتش نکشایند. به گفت رهبر قرقیز هیچ مقام برابر حمایت از صلح و ثبات ارزش ندارد. تاجیکستان پروازهای منتظم را با چین و ترکیه برقرار می کند. رهبری آژانسی اویاسیای گراژدانی تاجیکستان می گوید تصمیم برقرار نمودن پروازها در مسیر دوشنبه استانبول و دوشنبه ارومچی طبق قرار ستاد جمهوری آید به پیشگیری از پهن‌شوی بیماری کرونا ویروس و با نظرداشت رعایت حتمی طلبات‌های سانیتری و اپیدمیکی گرفته شده است. به قول اکرام سبحانزاده، پرواز مستقیم طریق خط سیر دوشنبه ارومچی وابسته به تعداد مسافران در 2 هفته 1 مرتبه از جانب شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان سومون ایر و چین چاینا ساوزرن ایرلاینز انجام داده می شود. میان دوشنبه و استانبول نیز پروازها هفته 2 مرتبه صورت گرفته، 1 پرواز را شرکت سومون ایر و یکی دیگر را شرکت ترکی ترکیش ایرلاینز عملی خواهد کرد. بلیط ها در فروش آزادند و الکی فردا هواپیمای سومون ایر از دوشنبه به استانبول پرواز میکند. رهبر آژانسی میگوید مسئله راهاندازی پروازهای دائمی با تاشکند نیز در حال بررسی قرار دارد. راهاندازی پروازهای دائمی بین تاجیکستان و چین و ترکیه بعد 7 ماهی بسته بودنی حریم هوایی بنابر پاندمی کووید 19 صورت میگیرد. بیشتری مهاجران کاری تاجیک از سرگیری پروازهای دائمی را بین تاجیکستان و روسیه منتظرند، ولی چند ماه باز می شود مقامات 2 کشور در این زمینه به موافقه نمی رسند. سازمان منع سلاح کیمیایی گفت 5 اکتبر گزارش خود درباره قضیه زهرآلودسازی مخالف روس الکسی ناولنی را به حکومت آلمان فرستاد. مقامات آلمان پیشتر از این سازمان در رابطه با پرونده زهرآلودشوی ناولنی کمک تکنیکی درخواست کرده بودند. با اطلاع سامانه سازمان منع سلاح کیمیایی، آزمایش ها نشان دادند مخالف روس با مواد زهرآلود شده است که به گروه نویچاک ها شامل می شود. الکسی ناولنی در حال حاضر در آلمان قرار دارد. او الکی از بیمارستان شریته رخصت شده است. وضع صحتی ناولنی 20 آگوست سال روان هنگام پرواز از شهر تامسک و شهر مسکو روسیه بد شده بود. تاکنون کوشش‌های بین‌المللی توقف جنجال در قره‌باغ کوهی نتیجه نآوردند و برخورد نظامی میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان از قره‌باغ کوهی هم بیرون برآمد.
دیروز خبرنگاران بخش آذری رادیو آزادی امکان یافتند از چند منطقه تیرباران شده زیارت کنند. همکاران ما چرا در اینجا شاهد شدند در این گزارش می‌بینیم. روز سه‌شنبه بعد تیرباران نیروهای ارمنی ساکنان دهه تازه‌کنت آذربایجان بر رفع عاقبت‌های آن آغاز نمودند. طبق گزارش‌ها 5 اکتبر به این دهه کمش 50 سناریاد پرتاب شده بود. بر اثر این آتش بینای مرکزی بازار شهر آذری گنجه هم آسیب دید. برخورد مسلحانه میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ کوهی که قلمرو آذربایجان بوده در آن شمار زیادی ارمنی‌ها به سر میبرند 27 سپتامبر سر زد. بر پایه گزارش‌های رسیده در دوام 10 روز گذشته بیش از 250 نفر کشته شدند، اما هر دو جانب اصرار می‌ورزند که مردم ملکی را هدف قرار ندادند. 6 اکتبر وزیر کارهای خارجی ترکیه مولود چاوشاغلو در باکو با پرزیدنت آذربایجان ایلهام علیف نزاع را بحث نموده، سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در این باره صحبت تلفنی دایر نمود. صندوق بین‌المللی پول یک برنامه نوی کمک اضطراری به کشورهای نادار را قبول کرد که برای مقابله با پیامدهای پاندمی نگرانیده شده است. به علاوه کمک در بازگردان قرض‌ها، این یاری‌ها برای دستگیری کشورهای نیازمند به کمک‌های طبی هم پیش بینی شده است. افغانستان و تاجیکستان در میان کشورهای میباشند که از این یاری‌ها برخوردار میشوند. حجم کمک‌هایی که به تاجیکستان رسیده است فعلا نشر نشده است. یک گروه خاصی سازمان ملل به حکومت تاجیکستان توصیه داد سرنوشت آنهایی را که در زمان جنگ داخلی بینام و نشان شدند معلوم کند و بازمانده های جسد آنها را به عزیزانشان برگرداند. در جنگ داخلی تاجیکستان صدها نفر بینام و نشان شدند. در گزارش گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدشوی مجبوری و غیر اختیاری آمده است با گذشت 20 سال از ختم جنگ داخلی در تاجیکستان برای رسیدگی به ناپدیدشوی اجباری دست به کار نشدند. نمایندگان تاجیکستان در پاسخ رسمی گفتند که چنین خلاصت درست نیست. در گزارش همچنان از آن یادآور شدند که وقتهای اخیر چندی از اعضای گروه‌های مخالف دولت بناگاه در خارج ناپدید میشوند و سپس آنها را در تاجیکستان مییابند و به جوابگری جنایی میکشند. حزب ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 در سالهای اخیر بارها گزارش دادند که اعضای آنها را در روسیه ربوده به تاجیکستان برده و با اتهامات بی اساس زندانی کردند. نیروهای انتظامی در شهر مسکو 3 زاده تاجیکستان را دستگیر کردند. آژانس خبری روسی ریا نووستی با تکیه به منبع خود در مقامات حفظ حقوق می نویسد که هنگام بازداشت از آنها تپانچه تروماتیکی و کارت دریافت و مصادره شده است. به قول منبع شام 4 اکتبر به شعبه پلیس درباره تیرپرانی در کوچه گلیاروفسکی خبر داده شد. کارمندان پلیس که به جای حادثه آمدند معاین کردند که در این کوچه بین مهاجران زنازنی گروهی شده است و در نتیجه 2 مرد زخم برداشتند. آنها به بیمارستان انتقال یافتند. روز 5 اکتبر در این رابطه 3 تاجیکی بدون جای اقامت معین در مسکو را دستگیر کردند. درباره هویت آنها تفصیلات داده نشده است. عبدالحفیظ عزیزوف کیمیادان شناخته در 70 سالگی در تاجیکستان درگذشت. مسروربک عزیزوف پسر عبدالحفیظ عزیزوف روز 6 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پدرش از بیماری قند رنج می‌برد. عبدالحفیظ عزیزوف آموزگار و کیمیادان تاجیک از مؤسسان لیسه رقم 1 شهر اسفر است. در این لیسه 10 طالب علمان به کمال رسیدند که در آزمون و المپیادهای داخل و خارج کشور جایهای اول را کسب می‌کردند. شاگردان و همپیشگان در گذشت عزیزوف را تلفات بزرگ به علم و کار تعلیم و تربیت در تاجیکستان می‌دانند. و بینندگان ارجمند، در پایان این نشر نوید بامدادی همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان برای امروز معین کرده است، $1 آمریکایی 10 سومانی و 32 درم است. 1 یورو بر عوض 12 سومانی و 17 درم خرید و فروش می شود و 1000 روبل روسی باشد رسای 132 سومانی ارزش دارد که نسبتی دیروز بلندتر است. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. روز خوب و خوشی داشته باشید.